خب سلام، به اولین ویدیو من خوش اومدین. میخوام با خودم ببرمتون به روستای قلات، یه روستای قدیمی نزدیک شیراز که ریشش به دوران ساسانی برمیگرده. قبلا این روستا اسمش کلات بوده، به معنی روستایی که بر روی کوه ساخته شده. به مرور زمان داخل معابر تغییر کرده و الان به نام قلات شناخته میشه. معماری خونه‌هاش هنوزم سنگیه، با کوچه‌های باریک و صدای آب از دل طبیعت. اینجا یه زمانی مسیر کاروان‌ها بوده و مردمش با کشاورزی و باغداری زندگی می‌کردن. حالا قلات شده پناهگاهی برای کسایی که میخوان از شلوغی شهر دور بشن و برگردن به یه آرامش ساده و واقعی. انگار زمان اینجا کندتر میگذره. این دوتا عکس از خودم هم اینجا ببینین. حتما داخل پاییز به قلات برین و عکسای خوشگلتون رو بگیرید. در آخر هم حتما اونجا رفتین یاشه رشته یاشه دوغ بگیرین، داخل سرما خیلی میچسبه.